کدومشون رو داده میکنی دست میکنی تو سینه‌اش، قلبشو میکشه بیرون، میگه خداوندم داده حالا میخواد بگیرتش، نازش هستش. کدومشون از تو آتیش میگرفت، از بیرون لبخندشو میدیدن؟ کدومشون اشکشون شنیده نیست؟ کدومشون بغضشون جلوه هنر است؟ کدومشون یه زحمت کشیده، نه دستمزد خواست، نه تشکر، نه تشویق، تازه حبسش هم کشید، تازه بازم گفت راضیم به رضای تو؟ و کدومشون میلیون ها نفر با آهنگاش خاطره دارن اما یهو همشون غیب شدن که انگار یهو برق رفت، اما هنوز تو تاریکی نشسته منتظر نور، چون میدونست الله نور السماوات و الارض. کدومشون همین الان اراده کنین جونشو میده، اونم نواسه به دست آوردن چیزی، نه توی جنگ نه توی دعوا، فقط به عشق خودتون، فقط به خاطر یه اشارتون که بیاد پیش شما. کدومشون قلب تو تنش نیست، روح تو جسمش نیست، اما هنوز رو پاش وایستاده و هنوز نور شما برق چشماشه؟ کدومشون 100 دفعه خودشو پرت کرده جلوی هر کس و ناکسی، هر ماشینی، هر تانکی، هر تفنگی، هر تنابی که بیاد پیش شما؟ کدومشون صندوقچه رو گذاشت رو میز و درش رو باز گذاشت و روشو کرد اونور، گفت شاید روشون نشه، بذار فکر کنم من نمیبینم، خودشون بردارن و فکر کنن زرنگن؟ کدومشون از اون همه لباس یه جفت دمپایی پاشه با یه شلوارک و یه تیشرت و حتی نمیپرسه چرا؟ کدومشون کدومشون رفت تو قلب این همه آدم، بعد یهو تفش کردن بیرون به خاطر اینکه دوباره زیر این همه فشار مغزش نکشید و بعد گفت عیب نداره، بازم میرم تو قلبشون و خودم آتیش میزنم، بلکه قلبشون گرمای عشق رو بفهمه چون بنده های شما بودن. کدومشون هی نوشت و هی پاک کرد، هی نوشت و هی پاک کرد، هی نوشت و هی پاک کرد، آخرش هم همه رو یه فندک گرفت زیرش و گفت بذار فقط من باشم و شما. زمین رسید به عرش، از عرش افتاد تو سیاهچال، گفت حالا خدای شکرت، چون رو عرش بودن و شکرگزاری و همه بلدن. کدومشون فقط چون گفتن گناه کردی 21 ماه هر شب توبه کرد، اونم فقط چون گفتن گناه کردی، اما شما خودت که میدونی اصلا کاری جز حمالی نکرده که بخواد گناه باشه یا ثواب. کدومشون تو کنسرتاش همه خوش میگذروندن و پوز میدادن و فیلم میگرفتن، ولی خودش یه هفته از درد نمیتونست بخواب و صداش در نمیومد؟ کدومشون نمیتونه نفس بکشه الان اما خدای شکرتو میگه؟ کدومشون هم عربی با حرف زد، هم فارسی، هم انگلیسی؟ کدومشون بعد 21 ماه وقتی گفتن یکم صبر کن تا عفو بشینه گفت نه، عفو فقط مخصوص خداست، 2 سال صبر کرد اما 2 هفته رو نه؟ کدومشون هنوز منتظر آزاد بشه، نه از زندان بلکه از دست آدما که برسه خدمت شما؟ کدومشون همه جاشو زخم کرد، رنگ کرد که شبیه بقیه اونایی نباشه که خدا رو تو پول میبینن یا شهرت یا جایگاه، تا وقتی به اینا رسیدن تازه بگن خدای شکرت؟ کدومشون؟